گیله او چیه گیله؟ گوشته استخونه استخونه من چه کار؟ دیشب تالار ما به تالار میمون میدیم به عروسی خب آنه به تالار این گوشتا خیلی اضافه بودن بموندن من به کسی خود گردن دیشب زیر سر میبودن ولی که استخونه گیله خود داره دیشب که تالار هم حال ساعت 11 بجه چاشته تالار کسی تو نهی می نه گیله یک لسه نه مثل تو نیم گیله یک پوری سو نکش می وای 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 همه استخونه تالار هم دست تو نمونده نیه شاید اونا خوش کنم و کسی آخو کرده بشی نه و گیلک اینا مریض میکنه تو این استخون عدیشه تو خیلی کشیم حرومه کشیم مریضه بر تو خواهم بوشیدی خودی او کی؟ استخونه به کسی تو خواهم بوشیدی صبح بیدار شدی کسی من مرکوب میگیره مرکوب نمیگیره نه میکنی به کسی تو تو مرکوب روداتونه روداتو که مرکوب میگیره مردم هم مرکوب میگیره درسته دیگه بیا با چی می؟ نه خورا گیلک مریض میکنه تو از تو استخونه چرا میچوری؟ بعد مردم تا کوچه چی میگه؟ ها؟ همین مردم اگر چی میگه؟ تمام بیان همینجا یک بکسی بزن تا گوش تو میزن گیلک نه ما واسه تو نیم آیا لمشته حدیشه کسی خود کانال میچوره او برو گیلک پرتو ده که بعد پرتو ده با خدا پرتو دینا که بعد گیلک به تو میگو تا حلاله اگه تو استخون میچوری بنا مزدگر خواهم نگامه یک بسک بزی با بسک آنه با بسک بزن محکم با بالا تو میفته کن برو گیلک برو اگه برو بدم خواهد کلیزا شاید 170,000 کلیز به کله ببریزه مگس میده جا تو خیلی شاید 2,000 مگس به کله ببریزه خیلی بیعقلی من یک پیلی بخور تو عقلی سی بخورسه کشته مزده میده من مثل تو عقل خود کن بود ندار اون بفتار کله گنده تو با خواب شه پرتو اینا مریض میکنه تو ها بفتادم و خواب گیره من سر شیر دست را اینو میشیرم سالا که جینه بچه خانم شیر داره نه کویت کارو با یازم خدای نه عروم تو بیری که دست تو میشیرم چرا؟ نه کسی خود بیری کو آنه سچو واسه گوده چیز در خواب گرفتی نه لمش داخل میشیرم برو بشورن گیلک برو جانشته نی؟ خوبی عباس دیگه پای میگم یک جگه بیرون تو کار دارم چی میگی؟ کجی؟ اول شما میمونا خود نمیتونین بدین چری؟ میمونا شما گوشت میچوره استخونا کی استخون میچوره میمون شما کی بود؟ این گیلک میمون شما نیه؟ خو استخون گیلک میچوره چه خاله می؟ اما زنون ندادین بارا کاکا بارا گپ زده اخو بفهم ما میمونا خوندین نه مال میمونا شما ما نین میدی ما میمونا خود کنیم داده نمیتونی نه میگی درسته دیگه که استخون به دست نمیده میچه او گوتا خوکا اتفاق کسی خوکن میگه دیشب عروسی تو حالا که ساعت چند بشه چاشته دیگه تو حالا به کسی منه گیلک میگی؟ ها ای خاک برنگ عقلی 4 تا استخون به کیسای نبود گیلک استخونا رو از عروسی بده به کیسای بده میچودی میگه دیشب عروسی بودن تو حالا که استخون نگاه داشتی مکسیده میچود بو استخون رو عوض سوسته که بعد مثل تعمال نمینه شما بعد نگه بزونه نگه خوب عباس برو دیگه بعد کجی میمونه خودون نمیتونه بده کجی میمونه برو شطور دیدی ندیدی برو ما ندیدم مردم دیگه که میبینن چی
یا دیگه شطور دیدی ندید یک کمه دیدم استعمال خبر شده اینا چیه؟ اینا چیه؟ عطالا عباس بر به تن کوچه بدی و بچه خاله تو گیلک به تن کوچه استخون میشونه ما به خدا گفتم یه دروغ بگه تو این چیگاه استخونه رو بیار دل نبوی چوشتی تو که گیلک ایشتا تو رو داری ایشتا تو عقل داری استخونه تو بریشتی دیشه و از عریفی خودی خوب بیاردی خب بمانده بیدر چیکار میکنم؟ ایتا تو مردی از گوشنگی ایتا تو با اونو خوب گوش ندیده بیدی تا این همه مغزش آمد چرا تو بطاق مال میدیدی که بچه قاری کجی بطاق چه استخون میچینه همسایه میری به سراخ و گیله اختیار به چی داری؟ اختیار که چی داری؟ چرا افکار میریدی؟ بطه برو بدرش با خاکی که میمون شما نومد با خاکی که میمون مانی تو به مدرم میگی که خاله من دل من گوش نواز کرده که تو گوش پخته میکنه تو به تحقیچه دقیق تریگی گیلک تو استخونا رقم گیره خورو به چشمتو گیره خورو به چشمتو پس اختیار من نداری برو برشو